با سلامی گرم از پراگای افتوبی به همه کاربران گرامی رادیو آزادی و به همه اون عزیزانی که این لحظه ها بازم به آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی پیوستند تا اینکه خبرهای تازه تاجیکستان و جهان رو بشنوند. شهلا گل خوجه هستم که چون همیشه در هر صبح به سراغ شما می آیم تا اینکه تو چند دقیقه با شما صحبت کنم و با هم خبرهای تاجیکستان و جهان رو بشنویم و ببینیم که این لحظه ها در دنیا چی میگذرد. خب طوری هم گفتم حالا در پراگ افتوبی است و ساعت رسو 7 است و من الکی شروع میکنم به معرفی خبرها. از آن آغاز میکنیم که رئیس جمهوری تاجیکستان امالی رحمان صبح امروز به محل بنیادی نیروگاه راغون سفر کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان هدف از این بازدید رو شناسایی از جریان کارهای ساختمانی اعلان کرده است و در این سفر امالی رحمان را قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان نیز همراهی میکند و جزئیات این خبر را ما پیگیری خواهیم کرد و در جریان روز همچنین ما به سهم شما میرسانیم و البته حاضر من رو میارم به یک خبر تکان دهنده دیگر که چند روز به این جانب طوری شما هم شاهد هستید در سرخط رسانه های خبرگزاری های تاجیکستان و روسیه قرار داشت. دیروز جسد دخترک 5 ساله تاجیک رو که در ولایت مسکف تجاوز جنسی و کشته شد در زادگاهش در شهر کولوب دفن کردند. 10 نفر از خویشاوندان و همدیگان در مراسم دفن هویدو تیلوزاده نامراد شرکت داشتند. هویدو را در کنار گوری بابا و بیبی پدریش در آرامگاه محلی زیستشان تماشا تپه دفن نمودند. جسد هویدو تیلوزاده در قطار 3 تابوت دیگر دیروز از مسکف به دوشنبه آورده شد. کشتار این طفل با بیرحمی جامعه تاجیکستان را تکان داد. آنهایی که داد رفیقان والدان هویدو را در فرودگاه میشنیدند و تابوت‌های پیهم مهاجران را میدیدند به گفته همکاران ما تاکید میکردند که حکومت‌های دو کشور باید شرایط مهاجران را خوبتر کنند تا اینکه آنها با پای خودشان به کشور مهاجرت میروند و از اونجا تابوت‌های خونالوده آنها را به وطن نآورند. و رو میاریم به موضوعهای دیگر. رئیس بانک ملی میگوید هیچ پیشگویی کارشناسان در مورد بالا رفتن قرب اسعار درست نبرآمد و بانک ملی هم این گونه کارشناسان را اعتراف نمیکند. جمشید نور محمدزاده این حرف را روز 25 ایول در نشست خبری بانک ملی در دوشنبه به زبان آورد و گفت بعضی شخصان به منفعت شخصی خود قرب سامانی را 9 سامانی و 50 درم و 9 سامانی و 70 درم گفته آوازه میکنند و میخواهند از این فرقت فایده مالی به دست دارند. عین زمان قرب $1 9 سامانی و 42 درم است. ما دیگر قرب ها را اعتراف نمی کنیم، گفت قاطعانه رئیس بانک ملی. هر قدر فرقت زیاد می شود همان قدر هنوتان زیاد می شود. همه می خواهند از فرقت قرب فایده به دست دارند و هم تشکیلات قرضی و هم صاحبکاران علاهیده تاکید داشت نور محمدزاده. رئیس بانک ملی گفت ما هیچ کارشناسی را که قرب اسعار را پیش بینی میکنند اعتراف نمی کنیم و به گفته او تاجیکستان تنها استراتژی خود را در تنظیم اسعار پیش میبرد. نور محمدزاده افزود بانک ملی سیاست شینا کننده اداره شونده قرب اسعار را ادامه میدهد و در صورت بالا رفتن قرب اسعار اینترونسیا یا مداخله اسعار را به راه میماند. بالا رفتن قرب اسعار خارجی طی ماه آخر رئیس بانک ملی به کاهش روبل روسی مربوط دانست. سامانه روزی 11 ایول قرب خود را یک باره به قدر 26 درم از دست داد و قرب $1 به 9 سامانی و 43 درم رسید که چنین بالاروی در گذشته سابقه نداشت. برخی از خدمت‌های تاجیکستان را این شب و روز بادی به اصطلاح غبارآلود افغانی فرا گرفت. جمیله بیدالله‌ای یک مسئول مرکز هواشناسی تاجیکستان 25 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت که این بادی پر از جنگ و غبار از افغانستان وارد تاجیکستان شده تا 4 روز دیگر باقی میماند. فعلا کلیه قلمرو ولایت ختلون و نواحی تو به مرکز زیر فشار این هوای غبارآلود قرار دارند، اما ولایت‌های سوخت و بدخشان از این باد امین مانده آن حتی تا برشت نرسیده است، گفت خانم بیدالله‌ای. او همچنین افزود که در پی واردشوی این هوای غبارآلود گرمی هوا در ولایت ختلون و مرکز تاجیکستان تا 5 و 6 درجه پایین رفته است.
خب میرویم حالا به شهر کولوب که در اونجا مقامات انتظامی تاجیکستان 4 جوان 17 و 18 ساله را با گمان پیوستن به گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان بازداشت کردند. محمد عبدالله زاده سردار اگنتی مبارزه با مواد مخدر در منطقه کولوب دیروز در یک نشست خبری گفت که آنها در یک جایگی با مقامات انتظامی منطقه کولوب این افراد را برای تلاش عبور سرحد و پیوستن به گروه تندروی دولت اسلامی بازداشت نمودند. عبدالله زاده افزود که این 4 نفر در یک مکتب خوانده ساکن شهر دوشنبه بودند. او میگوید که یکی از این جوانها در نویه شمزین شاهین تولد شده در گذشته در این نویه به سر برده است و دیگر زاده نویه جرگتول می باشد. ضمناً گروه تروریستی دولت اسلامی مسئولیت تیرپرانی روز 23 ایول در تورنتو را برداشت گرفت. در این باره خبرگزاری ریترز روز چهارشنبه بود که به عمق خبرگزاری مربوط به جنگ گزارش داد. در حمله تورنتو یک مرد مسلح در یکی از کوچه های شهر به سوی قهوه‌خانه و طرفخانه ها آتش کشید. در این حادثه 2 نفر با شمولی یک دختر که 10 ساله کشته و 13 نفر زخمی شدند. حمله‌گر از تیر پلیس به هلاکت رسید و گفته می شود که این مرد 29 سال داشت و نزدیکانش گفتند که گویا او بیماری روانی داشت. و کارمندان میلیسای شهر کولوب و پیوندان یک جوانزن 20 ساله را جستجو دارند که 4 روز پیش خانه شوهر را ترک کرده تا به حال بینیشان است. مونیسا میرزازاده ساکن دهه 53 به شهر کولوب که 8 ماه پیش در نویه واسه شوهر کرده بود روز 22 ایول در پی یک مناقشه با قصد رفتن به خانه پدر از منزل زیست شوهرش بیرون می شود. خواهر مونیسا روز 25 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت که او در بطن خودش کودک 7 ماهه داشت. مونیسا میرزازاده دانشجوی سال سوم کالج طبی کولوب است و پیوندانش خواهش دارند کسی او را اگر ببیند با رقم هایی که در سامانه رادیو آزادی آورده شدند با آنها خبر بدهید. من به هر صورت برای شما این رقم ها را اینجا میگم: 98 742 42 24. تکرار میکنم: 987 42 42 24. عکس مونیسا را شما میتوانید در سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید و یادرس میشیم که هفته گذشته هم با کمک شما عزیزان یعنی کاربران رادیو آزادی پیوندان یک ساکن نویه رودکی نیز توانستند جوانزن را همراه 3 طفلش در نویه ایسور پیدا کنند، زیرا آنها نیز گفته بودند که این جوانزن همراه 3 کودکش بعد جنجال با شوهر قهر کرده از خانه رفته بود و مدتی چند روز به نام و نشان شده بود و امیدواریم که شما عزیزان در پیدا کردن این جوانزن دیگر نیز به پیوندانش و کارمندان انتظامی کمک خواهد کرد. از هر یکی شما سپاس میگویم که هر صبح چند دقیقه خودتان را برای رادیو آزادی صرف میکنید و همراه ما میبینید که در دنیا چه میگذرد و اگر میخواهید که از این خبرهای بیشتر رو بدونید پس چون همیشه ما را بعد از چند ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی و همین گونه معرفی سرخطهای خبرها همراهی کنید. فکر و اندیشه های خودتان را در زیر مطلب ما بنویسید، البته فکر و نظرهایی که واقعا هم به منفعت کار باشند. شعله گل خواجه بودم با شما و تا ملاقات بعدی.